به بررسی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال میپردازیم. در ابتدا نمودار میله‌ای یا بار چارت رو توضیح میدیم خدمتتون. بگذارین یک تعریف کلی از یک بار چارت داشته باشیم. اگر محور قیمت و محور زمان رو در نظر بگیرید، در ابتدای ساعت 11 قیمت به سمت بالا حرکت میکنه، مجددا ریزشی رو داریم، در این نقطه مجددا صعودی رو داریم. این میزان نوسانات قیمت بین ساعت 11 تا ساعت 12 یک بار چارت رو برای ما تشکیل میده. به صورت کلی یک بار چارت یک نقطه اوپن داره، نقطه کلوز داره. بار چارت صعودی نقطه اوپن، نقطه کلوز و بار چارت نزولی و یک نقاط مینیموم و ماکسیموم قیمتی که بازار اون نقاط رو تجربه کرده ولی در اون قیمت بسته نشده. نکته که در ارتباط با یک بار چارت باید خدمتتون عرض کنیم این هستش که یک بار چارت در تایم فریم یک ساعته به عنوان مثال امکان داره در تایم فریم کوچکتر نوسانات زیادی داشته باشه، ولی ما این نوسانات رو صرفاً در یک بار چارت تکی میبینیم. مشاهده میکنید که از این قسمت سبز رنگ ما نوسانات مختلفی رو داشتیم، ولی اون چی که در یک بار چارت یک ساعته مشاهده میکنید قیمت کلی هستش. مثال دیگری است، مشاهده میکنید که همه این حرکت های قیمتی میتونه برای ما فقط این بار چارت رو به این شکل بسازه با تعبیرهای مختلف. این نکته است که باید توجه کنیم. مثلا در این نقطه قیمت اندکی به سمت پایین حرکت کرده، لوی رو تشکیل داده، به سمت بالا رفته، هایی رو تشکیل داده، ریزش پیدا کرده و در این نقطه کلوز شده. مشاهده میکنید که نقاط اوپن و کلوز پایین تر از نقاط لو و های هست و این هم اشکال مختلف دیگه هستش. اما نوع دیگر نمودار خطی است. در حقیقت نقاط کلوز بار چارت ها رو اگر شما به هم دیگه وصل کنید یک خط تشکیل میده که این رو بهش میگیم نمودار خطی و در تحلیلامون خیلی با این نمودار سر و کار نداریم، چرا که بیشتر برای تعیین نقاط سقف و کف قیمتی است و کاربرد خاصی نداره. ولی خب در ویدیوهای مربوط به نرم افزار تحلیل توضیحات کاملتری در این زمینه خدمتتون عرض میکنیم. اما مهمترین نوع نمودار که در ارتباط با تحلیل نمودارها باش سر و کار داریم نمودار شمعی یا کندلستیک است. خب این نوع نمودارها و این نوع شمعها در اصل ابتکار ژاپنی‌ها بوده که در ارتباط با دروس الگوی کندلستیک توضیحات کاملتری خدمتتون عرض میکنیم. البته کندلستیکا کاربرد قابل توجهی در بورس ایران نداره، به جهت اینکه بورس کشور ما تعطیلی داره و یک نمودار پیوسته نیست. بیشتر اگر بخوایم کندلستیکا رو در بورس استفاده کنیم برای بازهای روزانه به بالا میتونیم ازش استفاده کنیم. فرضاً بازه هفتگی یا بازه ماهیانه معمولاً کندلستیکا پاسخ خوبی دارن در این تایم فریم ها، ولی در تایم های کوچیک عرض کردم به جهت اینکه بازار پیوسته نیست و تعطیلی داره بینش، علل خصوص در ارتباط با تعدیل ها امکان داره که تعبیرهای اشتباهی انجام بشه. اما در ارتباط با نمودارهای شمعی توضیحاتی که باید خدمتتون عرض کنیم همانند بار چارت ها یک نقطه اوپن داره، یک نقطه کلوز داره. دقیقا همون شبیه بار چارت هست، البته با تعبیر متفاوت. یک کندل صعودی رو مشاهده میکنید و یک کندل نزولی و دقیقا مشابه بار چارت یک نقاط ماکسیموم و مینیموم قیمتی، با این تفاوت که این قسمت ضخیم کندل رو بهش بادی میگیم و این خطوط مینیموم و ماکسیموم قیمتی که مارکت اون قیمت ها رو هم تجربه کرده بهش شادو میگیم، که حالا در ارتباط با الگوی کندلستیک توضیحات کاملتری رو در این باره خدمتتون عرض میکنیم. برای اینکه به صورت کاملتر با بحث نمودارها آشنا شده باشین یک چارت رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این نمودار مربوط به شرکت ایران ترانسفورماتور در تایم فریم هفتگی هستش، به این مفهوم که
هر کدام از این کندل ها میزان نوسانات قیمت طی یک هفته رو به ما نشون میده. در ارتباط با الگوهای کندل استیک توضیح خواهیم داد خدمتتون در ارتباط با روانشناسی این کندل ها. برای مثال این نقطه ما میزان نوسانات کمی رو در کندل داشتیم، در عوض این نقطه یک کندل نزولی خیلی قوی رو داشتیم. این نشان از وجود مومنتوم یا فشار بسیار شدید برای فروش هستش. متقابلا در این نقطه ما یک حرکت بسیار شدید و یک مومنتوم بسیار بالا در جهت خرید رو داریم. این نقطه یک کندلی داریم که دست به صورت شادو هست. شما یک ریل بادی کوچیک میبینید و یک شادوی بزرگ. در ارتباط با روانشناسی کندلا توضیح خواهیم داد خدمتتون که چه تعبیری میتونیم از این قضیه داشته باشیم. هدف این هستش که به صورت کلی انواع نمودارها رو بشناسیم. برای مثال این نقطه کندلایی داریم که بادی های خیلی کوچیکی داره. اینها نشانه تضعیف روند هست. این هم یک نمودار بار چارت هستش که شما میزان نوسانات قیمت رو به صورت بار مشاهده میکنید. هر کدام از این نمودارها کاربرد خاص خودش رو داره. و این هم حالت خطی هست. این حالت خطی روی نقاط کلوز قیمت فیکس شده، یعنی در اصل نقاط کلوز بار چارت رو یا کندل ها رو به هم وصل میکنه و یک خطی رو برای ما تشکیل میده. این نوع چارت بیشتر برای این هستش که یک دید کلی از بازار پیدا کنیم. پرکاربردترین مدل چارت ها برای ما چارت کندل استیک و بار چارت هستش. بار چارت ها کاربرد خوبی دارن، کندل استیک هم به همین شکل. در ویدیوهای بعدی توضیحات بیشتری در ارتباط با نحوه نتیجه گیری از اکشن هایی که این کندل ها دارن خواهیم داشت. میزان نوسانات قیمت در واحد زمان رو تایم فریم میگیم. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این بحث اجازه بدین که چارت رو به صورت زنده با هم دیگه مرور کنیم. قیمت رو در تایم فریم هفتگی مشاهده میکنید. این بدین مفهوم هستش که هر کدوم از این کندل ها میزان نوسانات قیمت یک هفته رو به ما نشون میده. اگر فرضاً این کندل رو مشاهده کنید در تایم فریم پایینتر، در تایم روزانه نوساناتی که داره 3 کندل نزولی هست، یک کندل صعودی هست، یک کندل بی حرکت یا دوجی هست و 3 کندل نزولی. باز همین نوسانات رو اگر در بازه پایینتری بررسی کنید مشاهده میکنید که یک کندل صعودی داریم، کندل های نزولی، مجددا کندل صعودی، کندل های نزولی و به همین شکل. به هر حال تایم فریم نشون دهنده میزان نوسانات قیمت در اون بازه هست. فرضاً تایم فریم روزانه نوسانات سهم رو طی یک روز به ما نشون میده. برای نمونه در این نقطه شروع بازار بوده، قیمت در این نقطه بسته شده و تا این نقطه هم پایین اومده. یا این روز که حالا یک روز هیجانی بوده، قیمت در این نقطه باز شده، در نقطه اندکی بالاتر بسته شده و یک هیجان رفت و برگشتی رو هم به سمت بالا و پایین تجربه کرده. این توضیح کلی بود در ارتباط با تایم فریم